حضرت امام ابو حنیفه که این حضرت کنیتش است، این لقب ایشان بود. اگر ما و شما در خارج وقتی سفر میکنیم و ما و شما را میپرسند تو در کدام مذهب هستی، ما و شما وقتی که میگوییم حنفی، اونها در حال ما و شما را میشناسند که مذهب حنفی خیلی مذهب مشهوری هست. مشهوری او تا این اندازه رسید است که تاجیکستان، ازبکستان، کرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ترکستان شرقی، این جانب افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سوریه، ترکیه، عراق، همه اینا پیروی مذهب ابو حنیفه هستند. در جهان از همه مذاهب دیده مذهب ابو حنیفه را نفر زیاد است، زیرا این استاد مذاهب است. حضرت نام اصلیش نعمان بودند، ابن ثابت، ابن مرزبان هم تاریخ میگوید و ابن زوتا هم میگوید. باباشان زوتا از کابل بودند، یعنی در فارس نژاد بودن ابو حنیفه هیچ شک و شبهه نیست که حضرت فارس نژاد بودند. و خود ابو حنیفه در شهر کوفه عراق به دنیا آمدند. من میخواهم که کمی از تولد حضرت ابو حنیفه به شما حکایت میکنیم و بعداً فضیلت و ایشان به شما باز خبر میدهم. پدرشان ثابت نام داشت. حضرت روز در کوچه های کوفه، صاحب کتاب انیس المؤمنین میگوید در همون کوچه های کوفه میگه سیر میکرد. بسیار آدم پرهیزکار بودند، بسیار آدم خدا ترس بودند. و ناگاه میگه در قد راه چشمش با یک سیب چسبید. نگاه کرد که در زمین یک سیب افتیده است، وی را از زمین برداشت و یک گز میگه از این سیب گرفت. بعد گزیدن سیب حضرت ثابت را، پدر ابو حنیفه را، یک لرزه، یک ترس فرا گرفت. این چی ترس بود؟ بعد این ناله گزیدگی و فروبردگی به یادش آمد این سیب کی بود؟ و حضرت خیلی ترسیدند که صاحب این سیب کی باشد و اگر فردای قیامت من از صاحب سیب الحال رخصت نگیرم و نپرسم، فردای قیامت بالای من دعوا کند که تو این حق مرا خوردی و بار هم از من نپرسیدی، من نزد خدای خود چی جواب میگفته باشم؟ ان ابو هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتدرون من المفلس. میخواهم توجه شما را به سوی یک حدیث پیغمبر خدا پرتایم. ابو هریره میگوید از پیغمبر خدا روایت کردند که بر ما گفت
آیا میدانید که مفلس کیست؟ مفلس کسی را میگویند که از اشیای دنیا چیزی ندارد، فقیر است، بیچاره است، نادار است، ناتوان است. قالوا من لا درهم له ولا متاع. ابو هریره میگوید اصحاب گفتند که بله پیغمبر خدا، ما میدونیم مفلس کیست. مفلس کسی هست که نه پول دارد، نه مال دارد، نه خانه دارد. قال صلی الله علیه و سلم ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. پیغمبر خدا گفتن نه، گفتن نیافتین اصحاب من، شما ندانستین که مفلس کیست. مفلس کسی هست که روز قیامت می آید در حالتی که در دنیا نماز می خواند، در دنیا صدقه می داد، در دنیا روزه می گرفت، در دنیا عملهای اسلامی را انجام می داد. و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا. پیغمبر خدا گفت این مرد نمازخوان روز قیامت خداوند راست میکند و دیگر بندگانی که از دست این ظلم دیده بودن نزدش میآیند و به خدای خود مراجعت میکنند پروردگارا این بنده مسلمان، این بنده نمازخوان، این بنده روزگیر، این بنده که زکات میداد، 5 وقت نمازی با جماعت میخواند، در دنیا مرا دشنام داده بود. پروردگارا این بنده در دنیا مرا تهمت کرده بود. باز دیگرش می آید این بنده ای که الحال پروردگارا راست کردی، این در دنیا مالی مرا خورده بود، از من نپرسیده بود. پروردگارا این بنده ای را که راست کردی، این در دنیا خون فرزند مرا ریخته بود یا خود مرا کشته بود. پروردگارا این بنده ای را که راست کردی در دنیا مرا لط و کوب کرده بود، از بس که پولدار بود، مالدار بود، پدرش وظیفه که داشت دستی من نمی رسید. امروز خدایا تو دادرسی من هستی، خدایا حکم کن. فیعطى هذا من حسنات و هذا من حسنات. پیغمبر خدا چی میگن؟ میگویند خدای مهربان در حال از این ظالم نیکی هاش میگیرد، آن نیکی هایی که در دنیا کرده است از نماز و از روزه و از صدقه و دیگر عملهای اسلامی میگیرد و این دعواهای، این دعواگرهایی که آمده بودن هر کدام اینها را تقسیم میکند. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند وقتی که نیکیهاش بوشید، این درنده را نیکیهاش بوشید، این ظالم نیکیهاش بوشید، تمام. دعواگرها زیاد هستند. خداوند خطاهای این دعواگرها را میگیرد و در سر این ظالم پرتافتن میگیرد. بعدا حکمش میبرارد. خداوند نظر میکند به نامه اعمالش که از حسنات چیزی باقی نما. ثم طرح فی النار. ملائکه های عذاب میگن این ظالم برده در دوزخ پرتایی. اینا مفلس میگویند. این حدیث برای چی من به شما خواندم؟ حضرت ثابت میدانستند که روز قیامت این حقی که من به اجازت صاحب او خوردم وای بالای من دعوا میکند، برای آنه که خودش را از این
عذاب خلاص بگرداند، از این شرمندگی میدان قیامت خلاص بگرداند، خواست در همین دنیا از صاحب او عذر قبول کند. نظر کرد بر بالای سرش، دید که یک درخت پر از سیب است. فهمید که این درخت، این سیب از همین درخت است. صاحب باغ فریاد زد. صاحب باغ آمد، یک آدمی بیچاره احوال. گفت برادر عزیز، گفت ما همین سیب از همین درخت شما بوده است، تناول کردیم، یک گز گرفتیم، یک سیب نیم خورده در دست حضرت ثابت. از شما خواهش دارم که حقتان را ببخشید. من طاقت عذاب خدا را ندارم، زیرا خدای من در قرآن میگوید این بطش ربک لشدید. خداوند در روز قیامت وقتی که بنده را عذاب میکند، بسیار سخت عذاب میکند. من طاقت او را ندارم. این باغبان گفتن که من یک مجیر هستم، من دستنگری صاحب همین باغبان هستم. این باغ از آن من نیست. صاحب این باغ خانه‌اش از این باغ تا خانه صاحب خانه یک شبانه روز راه است. حضرت ثابت گفتند، میلش گفتند اگر هفته هم که باشد، عذاب دنیاوی سهل است. سیب نیم خورده در دست و قدم زنان به سوی محله میگد همین رئیس باغ حرکت کردند. آمدن سراغ کردند، کافت و کاو کردند، عاقبت یافتند. نزد دروازه همین سردار باغ آمد. صاحب کتاب میگوید دستهای ثابت میلرزید، لبهاش میلرزید. برای چی؟ اگر مبادا صاحب این سیب از خانه براید و اگر حقش را نبخشد، من نزد خدا چی جواب میگفته باشد؟ برای یک ناله سیب. در را تق تق کردند. صاحب خانه برآمد. در چهره حضرت ثابت، پدر امام اعظم، پدر حضرت نعمان، سیمای صالحین دیده میشد و گفتند خدمت داری؟ گفت بله. گفت خدمت دارم. خدمتم این است که ما از باغ شما یک سیب را ناپرسیده یک گز گرفتیم، یک ناله گرفتیم، برای بخشش او نزد شما آمدیم. کنی شما چی میگویید؟ این صاحب باغ با دل خود میگه تفکر کرد که این آدم خیلی آدمی خدا ترس است. از اون محل تا این محل من برای یک پاره سیب هر کس نمی آید. گفتند شرطی دارم، اگر همین شرطی مرا قبول کنی من تیار هستم که حق خودم را ببخشم. حضرت ثابت میگوید چنان یک غم مرا فرا گرفت که وقتی که این صاحب باغ شرط ماند، این شرط از ضرر خالی نیست، یگان ضرری هست، یگان مشکلات بالای من میارد، لکن من به همه این طاقت دارم. گفتن چی شرط است؟ مرحمت. گفتن من یک دختری دارم که این دختری من 3 کمبودی دارد. اگر همین دختری مرا در نکاح خود درآری، من راضی هستم که حق خودم را میبخشم. حضرت ثابت تفکر کردن، گفتن اونقدر کاری نی. برای یک ناله سیبی که من گزیدم بالای او دخترش را برای من نکاح کرده دهد، این هیچ گرانی نیست، هیچ مشکلاتی نیست.
پدر دختر گفتند پیش از آنه که نکاح تو با دختری من صورت گیرد، اولا من چند کمبودی های دخترم را برای تو بیان میکنم. یکم کمبودی این است که دختری من چشم بینا ندارد. دویم کمبودی که دختری من دارد، قدم زدن نمیتواند، پایهای وی کار نمی کنند، فلج است. و سوم عیبی که دارد، گنگ است، سخن را نمیشنود. حضرت ثابت گفتی صاحب کتاب که گویا که یک کوه وزنین در پشت او بار کرده باشد. گفتم با چنین زن زندگی، با چنین زن چگونه زندگی باشد، چگونه حیات باشد؟ نه وی مرا میبیند، نه سخنی مرا میشنود، نه خدمتی مرا بجا آورده میتواند. به هر حال گفتند از عذاب آخرت دیده عذاب دنیا سهلتر است. گفتم پروردگارا من بر این زن راضی هستم، بگذار که در نکاح من باشد، بگذار که یک مدت معین عذاب ای را میکشم، لکن نزد تو با یک افتخار و با یک سربلندی سفر میکنم، این برای من بهتر است. حضرت نکاح کردند و گفتند که ما، حضرت ثابت خبر دادند که من سوداگر هستم، من ثروتمند هستم، من دولتمند هستم. حضرت بازم اینقدر دولتداری و اینقدر مالداری با تقوا بودند. نمی گفتند که ما مال داریم، ما دولت داریم. برای آنها دولتداری و مالداری هیچ اهمیت نداشت. اهمیت کلام فقط خدا ترسی داشت و بس. حضرت گفتند ما برای تو یک خانه در اینجا آماده میکنیم، شرایطهای تو را مهیا میکنیم، رو نماز خفتنت را بخوان، مرحمت این خانه باعث تو از بحر تو. حضرت میگه رفتن نماز خواندند. بعد نماز خواندند وقتی به سوی خانه این زن می آمد که الک نکاح صورت گرفته بود، میگوید تماما پایهای حضرت ثابت کار نمیکرد، هیچ غیرتی نمیکرد که به سوی این خانه بیاید که این گونه زن وی را منتظر است. و آمد نگاه کرد، پدر دختر نزد دروازه منتظر و گفت، ثابت گفت اون خانه ای که میبینی شمع فروزان است، اون منتظر توست. حضرت میگه رفتن نزد در. همه این سزای یک و میگه به دل میگذرانید که اگر من در را تق تق کنم، این عائله من آخی کر است و نمیشنود. اگر در را کشایم و السلام علیکم گویم وی مرا نمیبیند، وی نزد من هم برای تعظیم من نمیخیزد. به هر حالم که باشد ملائکه های خداوند در خانه هر مسلمان هست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته میگه وارد خانه شدن. به ناگاه نگاه کردند، چنان یک زن میگه در استقبال حضرت ثابت خیستند که وصف او میگه انسان عاجز می آمد. چه یک روی نورانی از آثار طهارت در چهره این زن بود، چه دستهای سفید از حساب سطر داشته این زن بود. با مجرد السلام علیکم و رحمت الله گفتن، با یک آواز خیلی نرم و نازک و علیکم السلام و رحمت الله،
از جانب این زن شنیده شد. حضرت ثابت میگن من در حیرت ماندم، گفتم وصف این دیگر زیل بود و یا آخی کور بود، کر بود، شل بود. و پرسان کردم ای زن آیا تو دختر همین باغبان هستی؟ گفت بله من دختر باغبان هستم. پدرت مرا این خیل گفته بود؟ گفت بله من همان زیل هستم. پدر من از روی حکمت به شما سخن گفت. من کور هستم، والله که چشم من هیچ مرد بیگانه را دیدگی نیست، از این خاطر من کور هستم و این چشمهای من به سوی حرام کرده های خدا نظر کردگی نیست و من شل هستم. شلی من معناش ای است که در تویها من رقص و بازی نکردم، با مردهای فاسق من کتف به کتف مانده و رقص نکردم. این پایه های من بجز از این خانه پدرم بیرون دیگر جا را دیدگی نیست و من کر هستم. مقصد از کری من این است که من سخنی بی معنی را بجز آیت قرآن دیگر شنیدگی نیستم. حضرت وقتی که شنیدند چنان شاد شدند، چنان خرسند شدند. البته مردی که صاحب این چنین زنی مسلمان شود دیگر خرسندی وی را حد کنار ندارد. به نهایت خرسند شدند. در حال میگه جای نماز پرتافتن حضرت و شکرانه این نکاح و شکرانه این زن مسلمان 2 رکعت نماز خواندند. زن در پهلو، خود از جانب دیگر نماز خواندند، شکر یکدیگر را کردند. بعد این شکرانه همخوابه شدند و بعد همخوابگی با این مادر ما و شما، این ستاره درخشان، این مفسر، این محدث، امام اعظم ابو حنیفه به دنیا آمدند. بینین آثار لقمه حلال ببینین. پدری که لقمه حلال میخورد، مادری که لقمه حلال خوردند، مادری که حیا داشتند، مادری که شرم داشتند، چگونه فرزند به دنیا آوردند. چرا امروز ابو حنیفه دیگر تولد نمی شود؟ زیرا زمین ها فساد شدند. زمین این زن هاست. زن ها فساد شدند. امروز زن های ما و شما فرزندهای را به دنیا میارند که چی در جمعیت چی در آخرت زیانکار هستند. زیرا اصل اینها حرام است. زیرا آن نطفه که از پدر جدا می شود، از مادر جدا می شود، از لقمه حرام است. برای این مثل سعدی و مثل رومی و مثل حافظ دیگر به دنیا نمی آید، تا اگر مردها و تا اگر زنها از حرام خداوند دوری نجویند. حضرت سعدی را خداوند رحمت کند میگوید زنانی باردار ای مرد هوشیار، اگر نزد ولادت مار زایند، از آن بهتر به نزدیکی خیرتمند که فرزندان ناهموار زایند. همین زنهایی که حامله دارند خدایا دعا کرده است که مار بزایند، از او یک فرزند ناهموار تولد میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس، خدا خطاب میکند ای بندگان من، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. سوره بقره. ای بندگان من،
من در روی دنیا حلال کرده خیلی زیاد دارم. شما از حلال های من خورید، از حلال های من استفاده کنید. ولا تتبعوا خطوات شیطان، شما پیرو شیطان نشوید. انه لکم عدو مبین، این شیطان دشمن آشکارای شماست، شما را به سوی حرام میبرد. گذشته فقط از تولد حضرت امام آگاه شدیم که حضرت امام دیدیم که از آثار لقمه حلال به دنیا آمدند. پدرشان حضرت ثابت یک پاره سیب، برای یک پاره سیب که حضرت به اجازت باغبان گزیدند و برای پرسیدن و اجازت و بخشش این پاره سیب به نزد باغبان رفتن، به نزد مادری بگیم، یعنی در همون خانه مادر ابو حنیفه بود که تا اون زمان آل ابو حنیفه تولد نشده بود. و این مرد باغبان وقتی که در چهره ابو حنیفه که سیمای صالحین دید و خدا ترسی او را مشاهده کرد، دختری خدا به او داد و از این مادر ابو حنیفه به دنیا آمدند، این امام اعظم به دنیا آمدند. رسول اکرم میگوید من سعى على عیاله فی حله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله و من طلب الدنيا حلالا في عفاف كان في درجة الشهداء. کسی که در دنیا برای اولادش، برای زنش، برای فرزندهاش از لقمه حلال مهیا میکند، نان خانه اش را از لقمه حلال بسیار میکند، پیدا میکند. رسول الله چی گفتند؟ گفتند وی مثل مجاهد در راه خداست. و کسی که در دنیا فقط حلال طلب میکند، حلال رفتار میکند، وی چی هست؟ وی دائم حکم شهید در روی دنیا دارد. خوش به حال آن برادرانی که از حرام پرهیز میکنند و رجوع به سوی حلال کرده خدا دارند. حضرت یحیی ابن معاذ میگوید الطاعت مخزونة من خزائن الله مفتاحها الدعاء و اسنانها لقمة الحلال. طاعت گفته است در نزد خداوند به منزله یک خزینه هست که قلف دارد. مفتاحها الدعاء، و این خزینه را، این صندوق طاعت را دعای بنده میکشاید. لکن این قلفی که در این خزینه زده شده است، کلید این دندانهای کلید این خزینه را حضرت گفتن لقمه حلال است. این خزینه خداوندی را فقط دعای ما در صورت کشاده میتواند که حلق ما اگر از لقمه حلال باشد. برای چی امروز دعای ما و شما در نزد خدا قبول نمی شود؟ سببش انا همین است. سعد ابن ابی وقاص آمد نزد پیغمبر خدا، صحابه مشهور است. ای پیغمبر خدا، دوست می‌دارم که دعای مرا خداوند قبول کند. پیغمبر چی گفتند؟ اطب طعمتک تستجب دعوتک. ای سعد ابن ابی وقاص، اگر بخواهی که دعای تو خدا بشنود و دعای تو خدا قبول کند، لقمه را حلال بگردان، خداوند دعای تو قبول میکند. این از آثار لقمه حلال. و جمعه همون گذشته هم در باب حلال ما و شما چقدر از حدیث های پیغمبر خدا صحبت های زیاد داشتیم. و دیگر حکمت این نکاحی که پدر امام ابو حنیفه کردند با مادر ابو حنیفه چی بود؟ بینین، شبی که حضرت ثابت پدر ابو حنیفه این زن را در نکاح خود در آورد، آن بدعت هایی که در شب نکاح ما و شماست اینها نبود. همه شما پیرو امام ابو حنیفه هستین. امام ابو حنیفه هیچگاه به شما دستور نداده است که در شبهای نکاح
زنهای زیاد در اطراف دخترهاتان جمع کنید، مردم را 2 ساعت و 3 ساعت منع کنید. این ابو حنیفه به شما دستور نداده است. این شیطان که دشمن انسان است در وجود ما و شما داخل می شود، ما و شما را وسواس می کند. ابو حنیفه نگفت که شب نکاح دختر خود آرایشگاه ببر و چهره او را، دست او را، مویهای او را در اختیار یک مرد بیگانه بسپار. این را ابو حنیفه به شما دستور نداد، بلکه ابو حنیفه ما و شما از حدیث پیغمبر خدا آگاه بودند که پیغمبر خدا میگوید لعن الله الواشمه والمستوشمه والواشره والمستوشره والنامسه والمتنمسه والواصله والمتوصله. این حدیث پیغمبر خداست. خدا لعنت کرد از 4 طایفه را. اینا کیا هستند؟ زنی که در چهره خود خال میماند، یا کدام زنی یا کدام مرد این کسب برای خود اختیار میکند، خدا لعنتشان کند. گفت پیغمبر خدا وقتی لعنت خدا بر او زن کی باد، پس بخت سفید در کجاست؟ پس حیات شیرین کجا می شود؟ این طلاق هایی که 1 ماه و 2 ماه پس طلاق می شوند همش آثارش همین است. والواشره والمستوشره، خدا لعنت کند اون زن و مردی را که دندانهای خود تیز میکنند، دندانهای خود باریک میکنند، دندانهای خود میده میکنند. و لعنت خداوند اون مردی را که این کار به خود کسب میکند یا زنی که این کار به خودش کسب میکند. 3 طایفه‌ش پیغمبر خدا لعنت کند خداوند زنی را که ابروی خودش باریک میکند و زنی که این کار برای خودش کسب قرار میدهد. لعنت کند خدا اون زنی را که موی بیگانه را در موی خودش پیوست میکند، موی علمه میکند، و کسانی که این کار را برای خودشان کسب اختیار میدهند. برای چی؟ سوره نساء را میگذاریم ولا آمرنهم فلیغیرن خلق الله. این شیطان قسم خورده بود که خدایا به عظمتیت قسم که من چهره بنده تو را دیگرگون میکنم. امروز کرد. امروز همون گمان شیطان، قسم شیطان حد برآمد. برای خواهرهامان 50 سامان 100 سامان میاریم، تمام نمودی کراسکه و تمام نمودی، چه از بریدن موی وی، چه از ناخنهای رنگارنگی وی. نه، با او تمیز، عقل، فراست، احترام نمی آموزانیم. فقط ظاهرش زیبا میکنیم. از کجا فرزندی سالم از او تولد می شود؟ از کجا فرزندی حلال از او تولد می شود که فردا در این جامعه تاجیکستان ما در پدر و مادر وی خدمتگار باشد؟ در کجا تولد می شود؟ باز میگوید مسلمانو حیا ندارد. میگوید مسلمانو بالای دسترخوان پر از عرق است، مسلمان است. عرق می نوشد، مسلمان است. دزد است، مسلمان است. دروغ میگوید، مسلمان است. حق یک برادر میخورد، مسلمان است. میگوید مسلمانو. این مسلمانی نیست. حضرت جلال الدین رومی در مثنوی خود یک قصه میارد برای همین کسانی که این عملهای ناشایسته را دارن و باز میگن ما مسلمان هستیم. یک پهلوان قزوینی میگد نزد یک استای سوزن زن آمد. همین سوزن زدن هم حرام است، همون نکالکه‌ای که میگیم این هم حرام است. اینا هم در لعنت خدا داخل میشوند. نزد همون استا آمد و گفت ای استا، گفت من پهلوان هستم و میخواهم که در همین پشت من یک صورت شیر ژیانی را با سوزن خود رسم بکشی تا که حریف من
وقتی صورت را بیند یک ترس وهم در وجود او پیدا شود و در گوشتین من اوستا گفتند میلش، گفتند این کار مشکلی نیست. به شکم این پهلوان خوابانید و رنگ و سوزن را گرفت و در پشت این پهلوان زد. پهلوان داد زد از زمین، گفت از کجای شیر سر کردی؟ گفت از دنبش سر کردم. گفت دنبش را ترک کن، شیر به دنبه می شود. ترک کن، گفت شیر به دنبه می شود. این یک تمثیل است. مسلمانی که عرق می نوشد مسلمان است، مثل همین شیری به دنب. باز استا سوزن را گرفت، باز زد، باز داد پهلوان برآمد. گفت از کجاش سر کردی؟ گفت از شکمش سر کردم. گفت شکمش ترک کن، شیر به شکم می شود. باز سوزن را زد. گفت از کجا سر کردی؟ گفت از گوشهایش سر کردم. گفت ترک کن، شیر به گوشم می شود. این دفعه اوستا باز سوزن زد. گفت از کجا سر کردی؟ گفت از سری شیر سر کردم. گفت ترک کن، گفت شیر به سر می شود. وقتی اوستا این شنید، حضرت جلال الدین رومی چی میگوید؟ بر زمین زد سوزناندم اوستا، بر زمین زد سوزناندم اوستا. گفت در عالم کسی را این فتا، شیری بیگوش و سر و اشکم کی دید؟ این چونین شیر خدا کی آفرید؟ چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چونین شیری ژیان پس دم مزن. مادامی که تو قوتی سوزن زدن نداری، پس برای تو سوزن زدن چه حاجت است؟ پس از شیری ژیان تو دم نزن. مقصد جلال الدین رومی این است که مادام قوت اسلام نداری، رو تصفیه نکن. بگو که من منافق هستم، بگو من بدبخت هستم، من کافر هستم، مسلمان نیستم. نگو اینا. این مسخره در اسلام است. تو در قانون اسلام راست نیستی، در احادیث های پیغمبر خدا راست نیستی، پس چرا خودت مسلمان میگوی؟ شیری به گوش، شیری به اشکم، شیری به سر، مثل همون اسلامی که آلوده عرق، آلوده فسادی، آلوده دخترهای در آرایشگاه، سرهای لیچ، اینا همون مسلمانی که شما هستین که مثل شیری که نه شکم دارد، نه سر دارد، نه دم دارد. این مسخره کردن است. حضرت امام ابو حنیفه اون شب این خلق رانیدن، آرایشگاه نبردن، بلکه آن کاری که کردن چی بود؟ 2 رکعت نماز خواندن. برای احترام نکاح، برای احترام سخن پیغمبری خدا 2 رکعت نماز خواندن. بعد 2 رکعت نماز چیکار کردن؟ همخوابه شدن. این ستاره درخشان امام اعظم به دنیا آمد. حضرت امام ابو حنیفه میگوید سبب عالم شدن من، سبب در صحبت عالما رفتن نشستن من، این حضرت استادم امام شعبی شدند. حضرت امام ابو حنیفه که پدرشان بسیار تاجر کلام بود، بسیار آدمی مالدار بود، دولتدار بود، امام ابو حنیفه را این کسب تجارت را آموزانید. امام ابو حنیفه کسب تجارت میکرد و از حساب این کسب تجارتش با دولت شده بود، ثروتمند شده بود و دست برادر و دست طالب علم ها و دست همسایه های خود میگرفت. وقتی سین مبارک این امام ابو حنیفه میگد به 22 رسید، روز با این حضرت شعبی رو پرو شدند. حضرت شعبی که یکی از علمای خیلی مشهور کوفه بود، شهر کوفه، چیکار کرد؟ گفت ای امام،
ای نعمان. امام ابو حنیفه این کنیتش است، خود نام این امام اعظم نامش نعمان است، نعمان ابن ثابت. ای نعمان گفت من در تو یک شخص آینده داری را میبینم و ذکاوت تو خیلی بلند است. خوب میشود که در حلقه علما رفته نشین. نعمان حضرت امام اعظم میگوید آن روزی که از پیش من این حضرت شعبی برآمده بود، مقصد من بازار رفتن بود، لیکن چنان سخن این حضرت در وجود من تأثیر کرد که من راه بازار را ترک کردم و در حلقه بهترین درس که در کوفه بود، این حضرت حماد بن ابو سلیمان بود، حلقه درس وی رفتم نشستم، درس را گوش کردم و این حضرت حماد بن ابو سلیمان را برای خود استاد قرار دادم. حضرت ابو حنیفه در پیش این حضرت حماد از سن 22 سالگی تعلیم سر کردند، 18 سال در پیش این حضرت خواندند. وقتی سن مبارک امام ابو حنیفه امام اعظم به 40 رسید، استاد چون حماد از دنیا گذشتند و همان حلقه درس مشهوری که در کوفه بود در اختیار ابو حنیفه سپاریده شد. یکی از حلقه های بهترین که در کوفه ابو حنیفه در دوره زندگی میکرد که تمام تابعین زنده بود، صحابه های پیغمبر زنده بودند، عالم های برجسته و مشهور در عراق در کوفه بود، لیکن در بین آنها نمایانتر این ابو حنیفه بود و حلقه درس این از همه حلقه های درس های دیگر مشهورتر بود. مدرسه این مدرسه بهتر و بقوتتر بود. بغیر استاد چون در دوام این 18 سال در پیش دیگر استادها هم حضرت امام اعظم درس می گرفتند. مورخان می گویند امام ابو حنیفه 4000 استاد داشتند. 4000. از سن 16 سالگی حج رفتند، 55 بار حج کردند. این 55 بار حج کردن ابو حنیفه معنای داشت. اگرچه یک بار در حیات ما و شما حج کردن فرض است، باقیش حضرت برای مکمل کرد گفت اگر من سخن بابای تو را به قیاس تحویل میکردم، هر آینه زن را 2 حصه میدادم و مرد را 1 حصه میدادم، زیرا که زن ضعیفتر است. دویم سوال من همین است، نماز افضل است یا روزه؟ امام باقر گفتند که البته نماز افضل است از روزه. گفتند این سخن بابای توست، یعنی سخن پیغمبری خداست؟ گفت بله سخن پیغمبری خداست. گفت اگر من سخن بابای تو را به قیاس اگر تحویل میکردم، زنها بعد از حیض پاک شدن میگفتم که نماز قضا داره نه روزه را. یعنی چگونه ای که امروز اگر زنها از حیض پاک شوند، شریعت چی حکم کرده است؟ حکم کرده است که نمازش عوف، نمازش بخشش، لکن روزه باشد، رمضان باشد، بعد پاک شدن رمضان قضا بدارد. اگرچه نماز در اسلام افضل است، ابو حنیفه گفتن من را به قیاس دیگرگون کردن نمیتوانم. سیوم سوال من گفت ای امام باقر این است که آیا پیشاب نجستر است یا که منی، یا بگیم کدامش نجاستر است؟ امام باقر گفتن البته، گفتن از منی دیده پیشاب نجستر است، زیرا اگر همین آب منی در مسئله میگوید که در بدن شما اگر در لباس کدامی از شما زد، وقتی قاق شد و یا میتونه شما خراشیده نابود کنین، لباس شما بینماز نیست.
این عباره مختصر میگوید. امام باقر گفتن البته پیشاب نجستر است. گفت اگر من به قیاس یعنی با رأی خود اگر حدیث های بابای تو را، حدیث های پیغمبر خدا را تحویل میکردم، با برآمدن پیشاب مردم حکم میکردم که آبازی کنن، غسل کنن و با برآمدن منی میگفتن طهارت کنن، زیرا که بول نجستر بود است. که امام باقر میگه از جای خود خیست و گفت ابو حنیفه این در حق شما تهمت بود است. از پیشانی میگه ابو حنیفه بوسه کردند و ابو حنیفه را دعای خیر دادند. یعنی این گونه تهمت ها در حق حضرت امام ابو حنیفه خیلی زیاد بودند. حضرت علی ابن عاصم میگوید که حب ابی حنیفه من السنه. حضرت علی ابن عاصم چی گفتند؟ گفتند دوست داشتن امام ابو حنیفه این سنت است که تمام انسان ها باید که ابو حنیفه را دوست بدارند، باید که وای عالم بود. آخی متاسفانه در دوشنبه در دست یک برادر ما یک کتاب دیدیم، باور که به چشم خود دیدیم، چاپ سعودی بود، فقط از اول تا به آخرش مذمت ابو حنیفه بود. فقط ابو حنیفه را تحقیر کردند، وای نادان است، وای حدیث ضعیف استفاده کردند. برای چی؟ برای که وای ملتش فارس است. این از روی تعصب است. به همه شما برادرای عزیز، پدرای مهربان، مقصد منم از فضیلت‌های ابو حنیفه را بیان کردن که انشاءالله من جمعه آینده رم از فضیلت‌های این حضرت به شما، از حکایه هایی که دارد باز شیرین‌تر و بهتر به گوش شما میرسانم. مقصد من این است که راه درست است. ما و شما غلط نکردیم. ما و شما پیروی کسی هستیم که انشاءالله وای پیروی کتاب قرآن و پیروی احادیث های پیغمبر خداست. باید که تمام اولاد اجداد ما به ابو حنیفه شناس کنیم و خلاف عقیده امام ابو حنیفه حرکت نکنیم. اگرچه دانا هم شده باشی، اگرچه عالم هم شده باشی، خاک پای ابو حنیفه نمیشوی تو. زیرا حضرت امام ابو یوسف چی میگوید؟ میگوید شب از شبها من استاد به ابو حنیفه را در خانه هم مهمان کردم، مهمانش گردانیدم تا روز میگوید یک آیت میخواند، یک آیت تا روز میگد خواب نکرد. چی میگفت؟ آیت از سوره یاسین را میخواند که معناش این بود که روزی که خداوند بنده ها را جمع میکند، یکی بدبخت و یکی نیکبخت، من از کدام او باشم؟ من از کدام طایفه این باشم؟ نیکبخت باشم یا بدبخت باشم؟ تا روز میگه حضرت ابو یوسف روز سپید شد، میگه این حضرت در زبانش فقط همین آیت بود که من در آخرت بدبخت باشم یا نیکبخت باشم. این گونه شخص وقتی که زبان طعنه را چگونه در حق همین حضرت ها وقتی ما و شما میکشاییم، باور کن همون زبان در نزد خدا عذاب میکشد. همین زبان طعنه باید که ما و شما از جمیع امام ها، علل خصوص از این امامی که امروز ما و شما پیروی او هستیم، نه یک ما و شما، قریب اکثریت دنیا پیروی مذهب امام ابو حنیفه هستند، باید که زبان طعنه بندیم. این حضرت ها را ما و شما حق نداریم که محاکمه کنیم و تحقیرشان کنیم. زیرا حضرت حافظ ابن عساکر میگوید که گوشت علما میگه زهرآلود است. علما را گوشتشان زهرآلود است. کسی که اگر بوی میکشد بیمار میشود، کسی اگر میچشد وای هلاک میشود. و علما نچسبیم، علما را تحقیر نکنیم، زبان طعنه را از این امام ها ما و شما بند کنیم. در یک مجلس امام ابو حنیفه میگوید مهمان شدم، وقتم انجام یافت، همین قصه را میگوییم. مهمان شدند،
یک عالم در همان معرکه نشسته بود و چنان گردن فراز بود، چنان تکبر بود که سوال میداد از کجایی که سوال کنید من جواب بر شما میگویم. حضرت امام ابو حنیفه سوال دادند، گفتند همه سوال جواب شما میگردانی؟ گفت بله. گفت مادام این چنین باشد، همان مورچه‌ای که در قرآن در سوره نمل میگذرد با حضرت سلیمان صحبت کرده بود، همان مورچه نر بود یا ماده؟ این عالم حیرت دماندند، گفتند من نمیدانم. گفتند تو میدانی؟ گفت بله من میدانم. وای ماده بود. گفتند از کجا میگویی؟ گفت خداوند گفت است و قالت نملتو. اینجا اگر آدم های زباندان باشند، قاله این در مذکر استفاده می شود، لیکن وقتی در آخری قالت وقتی که ت آمد، ت مؤنثه میگویند، همین ت وقتی که آمد این ضمیر به سوی زن است. خدا گفته ایستاده است که و قالت نملتو، یعنی گفت همین مورچه ماده. و گشته به همون عالم چی گفتند؟ گفتند من برای تحقیر تو نگفتم، من برای آن این سوال بر تو گفتم که تا که تو گردن فرازی نکنی باید خاکسار باشی. عالم هم که باشی باید خاکسار باشی، گردن پس باشی، با ادب باشی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا یک برادرمان اکه شراف الدین که مادرشون در همین بیمارخانه نزدیکی خوابیده هستند، طلب کردند که در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان این مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب روزی بگرداند و تمام بیماری های مسلمان هایی که امروز خوابیده هستند خدای همگی را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادرمان حاجی خورشیدم که همین قالین ما و شما از دست مبارک همون برادر ما و شماست و امروز سرداری همین فوتبال بازهای همین کلاب ما و شما را به عهده دارد، یعنی تمام خراجات های اینها را به عهده دارد و تلفن کردن که در حق این فرزندهای ما و شما دعا کنن که فردا به خوجند پرواز دارند و اونجا چند بازی ها میگذرانند تا که اینها یک یعنی غالبیت به دست بیارند. البته اینها هم فرزند ما و شماست و کلاب ما و شما را چه از عالمشو، چه از صنعتکارشو، چه از شاعرشو، چه از بازینگرهاش البته میشناسند. از این خاطر در حق این برادر خورشید و تمام آن جوانهایی که فردا سفر دارند دعا میکنیم که خدا همگی را عمر دراز و تن صحت و غالبیت و سربرندی را خداوند نصیبشان بگرداند، با یک گردن بلند، با یک یعنی شرف از خودجان برگشته به کلاب آمدن خدا نصیبشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. و جمعه پیشینم 40 سامانی در